تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 13. غضنفر را به دختر یک خویش دورش از دهه پدخور خانه‌دار کردند. وقتی پدرش از میان برخاست، او صاحب یک دختر و دو پسر بود. باباشاه به نبیره‌هایش خود نام گذاشت. به پسر کلانی شیرینشاه، به دختر انجیر بیگم نام نهاد. وقتی پسر دویم به دنیا آمد، غضنفر خواست که او را خودش نام گذارد. نام زیبا هم یافت، مخزوم شاه. ولی پدرش راضی نشد و گفت این نبیره‌ام را بندیشاه نام میکنم. بعد از این هم اگر پسر تولد شود، نامش را شاه قیام گذاشتن لازم. غضنفر به این گپ پدرش حیران شد. پدر، آخر من هم میخواهم به یگان فرزندم موافق طبع دل خودم نام گذارم. باباشاه گفت پسرم، من اسب داده این نامها را از سیدان خاصه طلبیدم. از این خبر ناگهانی دهان غضنفر باز ماند. چی خیل طلبیدی؟ همین خیل برای آنکه به ذات سید بودنم و مردم شبهه نکند، یک اسب خوب پرورش کردم و آن را به خاصه به خانه سید باباشاه بردم و در عوض آن خواهش کردم اجازت دهد که نامهای اولاد مقدس او را به پساوندان خود گذارم. سید راضی شد. نام خودت هم باباشاه کو؟ پدرم در تاشقرغان مرا اسلمبیک نام گذاشت. بعد از آنکه رضایت سید خاصه را گرفتم، نامم را به نام او عوض کردم. غضنفر از غایت حیرت هشتک کشید و به زیرکی و فراست پدرش قایل شد. وقتی پسر سیوم تولد یافت، از وفات باباشاه 7 ماه گذشته بود. غضنفر خواست نام پدرش را تازه کند، ولی وصیت پدر را به یاد آورده کودک را شاه قیام نام گذاشت. اما پس از چند سال وفات پدر، آوازه‌ای از اولاد سیدان بودن نسل باباشاه به غضنفر دشواری جدی پیش آورد. آقسخال منطقه شاه سبایی روز در خانه او قوش پرتافت و در رفت صحبت سخن را سر این موضوع آورد. اندوال، پدر من ریشت را از کاشغر می دانست، اما تو دعوای سیدی داری، به کدامش باور کنیم؟ غضنفر در نزد آقسخال زانو زده گفت صاحبا، تو را و جمله اجداد و اولادت را خداوند تبارک و تعالی تا جهان هست در پناه پررفای خود جاودان نگه دارد. سوالی که شما از این سگ بی ارزش آستان همایونی حضرت خود پرسیدید، جوابش این است که کنده و ریشه ما از یامج است، اما فلخمان فلک بابایانمان را به غون پرتاب کرد. از اینجا پدرم را خطایه ها اسیر بردند. او همیشه به یاد وطن عزیزش با اشک شش قطار و دل بیقرار زندگی می کرده است. برای همین پدرم را بازپس به وطن می فرستد تا خانه بابایی خود را صاحبی کند و اولاد به دنیا آورده دیارش را آباد نماید. اما این که می گوید دعوای سیدی کرده ام، درست می گوید، زیرا جد بزرگوارم نصیحت می کرد که رشته ما به سیدان شاه ملنگی می رسد. اما از بس که بابایمان در تاشقرغان مانده است، حجت هم در دست او بوده است. شما ای برگزیده شاه عالم، شاه سبایی بلندختر، به سخن غلام حلقه بر گوش خود، یعنی کمینه کمترین باور کنید، نه به تهمات و تهمت حسودان و فرومایگان. آقسخال شاه سبایی از مهارت سخنگویی غضنفر در شگفت ماند. او حتی در جلسه شاه شغنان هم از یگان کس چنین نطق فصیح و رنگین نشنیده بود. بنابراین به سیدزاده بودن صاحب خانه باور کرده باشد هم به هر حال گفت اندوال خودت میدونی که سیدان نسبنامه مخصوص دارند. در هر صورت از سید خط داشته باشی، دیگر یگان شبهه باقی نمیماند. آقسخال شاه سبایی میترسید که مبادا غضنفر جای او را نگیرد. برای صاحب شدن به این منصب او هم ثروت داشت و هم دانش. شاه سبایی بسیار میخواست که پس از او پسرش آقسخال شود، نه کسی دیگر. به این دلیل هیچ نمیخواست که پسرش رقیبی داشته باشد.
از همان روز غضنفر در پی به دست آوردن حجت برای اثبات سید بودن اولادش شد. نخست به دیهه خاصه به نزد باباشاه رفت. باباشاه به او گفت که در تمام شغلان فقط سید فرخشاه حقوق دارد که سید بودن این یا آن شخص را تصدیق نماید. پیران مملکت این وکالت را به او واگذار نمودند. لیکن التماس برای داخل شدن به اولاد ما یعنی سیدان شاهی کاشانی یگان خیل کوشش نکن. اولاد ما هیچ گونه دعوای شاهی و حاکمیت نکرده است. ما خدمتگار سرسپرده مولای زمانیم و در راه رضای او از مال و جیفه دنیا دست کشیده ایم. اگر منصب گرفتن خواهی بهترش خود را به اولاد سید شاه خاموش پیوست کن. همین طور دوام 2 سال آخر بار دوم است که غضنفر به سلام سید فرخشاه می آید ولی او خواهشش را رد می سازد. منصب و مرتبه من به این مردک پستی کرد. خلاصه برآورد غضنفر راه دیگر را پیش گرفتن لازم. باید دل شاه محبت خان را به دست آورد. این اسنا 4 مرد هیزم به پشت و بخچه به دست از بحر چید به شاهراه برآمدند. آنها به نزد او رسیده در بالای سنگها دم گرفتند. غضنفر سلام داده پرسید: ای بندگان خدا، این بار وزنین را کجا میبرید؟ به بحر پنجه البته، پاسخ داد یک مرد سرخینه چشم کبود که موی سفید و ریش ماش و برنج کلوته داشت. دیگر به کجا میشد؟ در بحر پنجه چه خبر بوده است؟ پرسید غضنفر. مگر خبر نداری که شاه زن میگیرد؟ امروز نکاح و فردا سور دارد. ما فقیران را مجبور کردند که برایش سورانه بریم. از شنیدن این خبر بحر دل غضنفر کشاده شد. او واخوردن با دهقانان را کشایش گره مشکل خود دانسته خرسندانه گفت: چی مردان خوبی هستید شما، دردتان بجانم. 2 اسب سرمست من در اختیارتان، بارتان را بر آنها نهید. من هم عزم سفر بحر پنجه دارم. دهقانان از التفات ناگهانی رهگذر با همت شاد گشته هیزم و بوخچه های خود را به اسبها بار کردند. دریا را از کجا گذریم؟ پرسید غضنفر. حالا که آب دود میکند بهترش به دیهه تیم رویم و از آنجا گذریم. چنین کنیم. راضی شد غضنفر و لجام اسبش را گرفته پیش درآمد. آنها جانب تیم حرکت کردند. وقتی که دهقانان کی و کجایی بودن غضنفر را پرسیده دانستند که از کدام یک دیهه دور غوند بوده است، دلشان را خالی نمودند. تقصیر ما مردم پایتخت روزی نیک نداریم، گفت مردی که از همه کلانسال بود. هر ماه غیر از انداز و خراجی که مقرر شده است برای هر گونه خراجات شاه مال و آذوقه علاوگی می‌دهیم. راستش بداد آمده ایم، ولی چی علاج؟ پوستی تر نمی سوزد. گیریم که ما غوندی ها صاحب نداریم، لیکن شما مردم پرشنیف پیر سید فرخشاه بر این شخص دارید. برای چی به او مراجعت نمی کنید؟ دهقانان از شنیدن نام پیر لب فرو بسته سر در پیش افکندند. پس از خیلی راه گشتن دهقان سال خورده گفت: ای اندوبال، اول اینکه ما خلقیه جرأتی نداریم با پیر هم سخن شویم. دیگر آن که از روی شنیده امون شاه محبت خان گپ سید را نمیگیرد. حق گپ را گویم. دهقان جوان به گپ همراه شد: شاه ما را به خر بارکش خود تبدیل داده است. با 1000 مشقت یک انبان غله یابیم، از 3 2 حصه آن را به انبار شاه میبریم. از گاو و مالمون با رنج بسیار یک کوزه روغن گیریم، همگی یک پیاله اش در خورد ما میماند. مرده پشت جمع آوریم و گلیم ریسیم که برهنه نمانیم، آن را هم کشیده میگیرند. مال سرکار را هم وقت به وقت به سید تسلیم میکنیم. لیکن از این چی فایده؟ یگان بار ندیدیم که پیر برای حمایت ما کار کرده باشد. غضنفر درد و علم دهقانان را شنیده به تیم رسید. در اینجا بازار سلداران گرم بود. آنها از گوسفندها آمد بسته آدمان را با مال و کالایشان از رود پرتغیان 5 میگذراندند. روز نیم شده بود که غضنفر از تیم به بحشار گذشت. خشم آوردن یوسف علی خان بر پسرش. اول ماه خرداد هوای شهر فیض آباد غیر عادت گرم شد.
کوشک خواهر کوتاه عمرش لاله بانو بین باغ سبز و خرم واقع باشد هم گرما یوسف علی خان را بیقرار می‌ساخت. نیم شب هوا سیرون شد ولی او میژه ته کرده نتوانست. گویا در تاریکی شب نیز شعله‌های سوزان خورشید در رگ و پایش پراکنده شده مجبورش می‌سازند خود را درون آب پرتلاطم افکند. با همین احساس ناخوش هنوز ستاره ها نپریده شاه به باغ بلند برآمد. آن در کمر تپه واقع بود و چشمه خوشابی داشت. رخت شکسته دست و پایش را قط و راست کرد. سپس کرته سبک سفیدش را کشید و به زیر شرشره درآمد. در یک دم به بدنش جان تازه دمید. احساس راحت کرد. اندیشه اش روشن گشت. در حالی که آب به سرش با شست میزد قریب 4 ساعت ناجنبان نشست. تنها وقتی که لرزه بر بدنش راه یافت به در آمد و تنش را خشک نکرده لباس پوشید. دم بین درختان قدم زد و به چپ تاب خورد و از پیراهه بین بوته‌های انبوه خشک گذشته در نزد پشته قبر خواهرش قرار گرفت. اطراف قبر سبزه و سیبرگه و در بالای آن چند بوته با بونه به مثل سوگواران سرخم رویده بودند. چند قدم دورتر زربید نیم خشک با یک شاخه سبز مانده اش دل بیننده را غمگین می ساخت. بار دوم است که یوسف علی خان به سر خاک خواهرش می آید. مراتبه اول 10-11 سال پیش وقتی که لاله بانو وفات کرد آمده بود. آن وقت پدرش عبدالرحیم خان بر شغنان حکومت داشت و برادرش محبت خان بر شاخدره. یوسف علی خان در فیض‌آباد نزد خواهرش بود. پدر نمیخواست پسر خردیش همراه او یا برادرش باشد. می ترسید که دعوای تخت و تاج کند. به این سبب از دامادش میرشاه شاه فیض‌آباد خواهش کرد که او را نزد خود نگاه دارد. 1 سال هم نگذشت که خواهرش مبتلای تب لرزه شدید گشت و مرد. میرشاه امر کرد زنش را نه در قبرستان خانوادگی بلکه در باغ بلند به خاک سپارند. 2-3 ماه بعد یوسف علی خان سببش را فهمید. مفتی فیض‌آباد به میرشاه گفته است که از بس که اهل دربار به مسلمان بودن زنش شبهه دارند برای بستن دهان مردم او را در جای علاهیده دفن کنند بهتر است. میرشاه هرچند میدانست که این گپ اساس ندارد برای آنکه مناسبتش با خادمان دین تیره نگردد خواهش مفتی را به جا آورد. پس از گذشتن 1 سال از وفات لاله بانو وقتی که شاه شغنان عبدالرحیم خان به سلام او آمد میرشاه دختر دیگرش بیبی جان آرا را خواستگاری کرد. راستش را گویم یگان زنم جای دختر خدا رحمتیت را گرفته نمیتواند. درد دل کرد میرشاه به عبدالرحیم خان. در حسرتش دلم خون میگیرد ولی چی علاج؟ برای همین میخواهم خواهر او چراغش را در خانه‌ام روشن نگه دارد و به فرزندش سلیمان شاه مادر شود. عبدالرحیم خان البته میدانست که میرشاه برای از دست ندادن شغنان دخترش را بزنی گرفتن میخواهد، نه به خاطر تپیدن دلش در حسرت لاله بانوی جوانمرد. برای آنکه حاکمیت بدخشان بر ملک‌های تابع و نیم تابعش پایدار باشد میرشاه مجبور بود با حاکمان آنها پیوند خونی به وجود آورد. این تدبیر هر دو طرف را وادار می نمود که حرمت خویش و تباری را نگاه داشته از نبض حیات یکدیگر همیشه آگاه باشند. زن شاه می توانست سری را که شوهرش حتی به دیوانبگی باور نکند از نهانترین گوشه دلش بدر آورد. عبدالرحیم خان نیز بر آن بود که رشته با مرگ لاله بانو کنده شده را به وسیله کدخدا کردن پسرش یوسف علی خان بر دختر شاه بدخشان از نو برقرار نماید. بنابراین 2 دست ادب بر سینه گذاشته گفت: شاهم، بیش از 2 سال یوسف علی خان در نزد توست. به این فرزندم محبت زیاد دارم. عهد کردم که جانشین من همین یوسف علی خان باشد و امیدوارم این نیت مقبول سلطان اعظم می‌گردد. با اشاره پدر یوسف علی خان برخاست. این جوان قامت بلندی با کتف و بازو، چشمان عیار و رخساره‌های برجسته مردانه داشت. در کنج راست دهانش آثار زخم هویدا بود. میرشاه با چشمان بیقرارش قد و بست او را با دقت از نظر گذراند و پرسید: مساف و میدانداری کرده میتوانی؟ آره شاهم، دلپرانه جواب داد یوسف علی خان. فردا دلخوشی خاصه ترتیب میدهیم. در آنجا قدرتت را میسنجیم. اگر غالب آمدی خواستگاری پدرت قبول می شود.
آن وقت یوسف علی خان 17 ساله بود و خونش می جوشید. شمشیرزنی و شکار را دوست می داشت. گوشتین می گرفت و تیراندازی می کرد. روز دیگر در مصاف بر 2 حریف غالب آمد و دختر شاه بدخشان را مردانوار به دست آورد. بعد 1 ماه میرشاه خواهر یوسف علی خان بیبی جانارا را به زنی گرفت و یوسف علی خان دختر او نیاز بیگم را. او در سر قبر تنهای خواهرش مدت ایستاد. هرچند چشم پوشیده طرح روی او را به یاد آوردن خواست، موفق نشد. به جای صورت لاله‌بانو در لوح خاطره‌اش هر گونه سیماهای نامعین لرزیده و لغزیده در کدام گوشه ذهنش ناپدید می شدند. دلش می خواست در حق خواهرش دعا کند، اما از بس که یگان آیه و تکبیر را از بر نمی دانست، از بحر این نیت هم گذشت. به جای کلمات مقدس دعا، شاه آواره‌گرد نیمشنوا گفت: ها خوفیان بدبخت، روزتان سیاه می شود. کار کنم که 1000 پشتتان نام مرا گیرد، جگرش آب شده از دهنش بریزد. مشتهایش گره خوردند، دندانهایش شقرق زدند، چشمانش درخشیدند. دلش به یاد قلعه بارپنجه و تختی از دست رفته گم زد. یوسف علی خان هیچ گمان نداشت که به جای او برادر رزیلش محبت خان تخت شغنان را به دست می آورد و او را بر روشان دور حاکم می گمارد. برای شکست دادن برادرش چه عذابهای کشید خودش می داند و میر منظرشاه. 2 سال دراز لشکر مشق دادند، اما بازی تقدیر را بینید همگی نیم روز مقاومت کردند و خلاص. اهالی خوف به شغنی ها ره نشان داد و آنها به واسطه کوه گذشته از عقیب به لشکر او ضربه زدند. روشانیان بین 2 آتش مانده رو به گریز آوردند و تمام آرزوی و آمال یوسف علی خان را برباد دادند. او بارها صحنه محاربه با لشکر شغنان را با تمام جزئیاتش در لوح خاطر تکرار کرده، باز هر بار به این خلاصه رسیده است که گناهکار اساسی شکستش همان خوفیانند. ساعت پس یوسف علی خان به کوشک برگشت. زنش در حجره طعامخوری سر دستارخوان منتظرش بود. یوسف علی خان دانست که همسرش گپ مهمی دارد. او را عادت چنین بود که در شبستان با شوهرش یگان گپ مهم را به میان نمی گذاشت. اگر طبع یوسف علی خان می برداشت با او شوخی می کرد و لطیفه می گفت، اگر نه تا سحر ناجنبان می خوابید و گپ از دهانش نمی برآمد. بار یوسف علی خان پرسید که برای چه او به مثل زنان دیگر در بستر حل یگان مسئله را از او خواهش نمی کند. نیاز بیگم پاسخ داد که زن حقیقی در بستر شوهرش باید زن باشد، نه کنیز. در همه حال عزت خود را نگاه می دارد. پیش خود اقرار می کرد یوسف علی خان: تربیه این مردم دیگر است. در سر شیربرنج با مزه نیاز بیگم گفت: شاهم، می دانی بدگویی خصلت من نیست، لیکن تقدیر فرزندمان مرا وادار می نماید که عرضه کرده باشم. یوسف علی خان گوش به قمار شده سر جنباند تا زن مقصدش را گوید. نیاز بیگم افزود: شاهم، پسرت قباد خان به میخوارگی و عیاشی دست زده است. او را چند بار در کوچه قلندران دیدند. یوسف علی خان چه شورت داشتن کوچه قلندران را می دانست، ولی یگان ذره علامت حیرت در جبینش پیدا نشد. یعنی چی؟ کتف در هم کشید یوسف علی خان. نیاز بیگم تعجب کرد: شاهم، چند بار به کوچه بداخلاقان رفتن پسرت مگر باعث تشویش نیست؟ البته قباد خان کار خوبی نکرده است، ولی این برای یک جوان بیزن به آبرویی هم نیست. آرام پاسخ داد یوسف علی خان: مشوش نشو والعمد. زن ناراضیانه گفت: شاهم، قباد خان چی کاری کند اختیار دارد، اگرچه به شهن شاهزاده این عمل زیبنده نیست، اما او اسلم خان را هم 2 روز پیش با خود برده است. لقمه یوسف علی خان در گلویش درماند. او با خوردن یک پیاله آب آن را فرو برده با کمال ناباوری پرسید: اسلم خان؟ نخود. اسلم خان پسر او و نیاز بیگم نو 11 ساله شده بود. مادرش بسیار می‌خواست که بعد یوسف علی خان نه قباد خان بلکه اسلم خان او به تخت شغنان نشیند. این گپ راست است یا آوازه؟ پرسید شوهر. از روز روشن‌تر شاهم. پریر روزی دراز بیدرک شده بود و شب هم نآمد. به جستجویش آدم ماندم. دیروز پس از ظهر او را از خانه اشرتی غماز پیدا کردند. تک پرسی کرده فهمیدم قباد خان او را با خود به آن منزل حرامان برده است.
یوسف علی خان میدانست که اگر این گپ به شاه رسد پیام بدی خواهد داشت. ولامت این خبر به شاه نرسد بهتر. من قباد را گوشمال میدهم. دلم پر است ولی دهان همه را بسته نمیتوانم. شاهم آیا او را از فیض آباد به جای فرستاده نمیتوانیم؟ اندیشه چند روزش را سر زبان آورزند. با کجا؟ میدانم در شغنان قبولش ندارند. یارکند دور است و راهش پرخطر. یک هفته پس گروه سفر حج میکند. او را به زیارت کعبه فرستیم، کار ثوابی خواهد شد. یوسف علی خان دهانش را داشته زهرخنده کرد. زنش عصبی شد. حج رفتن چه جای خنده دارد؟ و چون دید که شوهرش جواب دادنی نیست افزود. یا در شغنان حاجی احترام ندارد؟ شاه دهان و ریشش را با دستارچه پاک کرد و گفت نیاز بگیم البته حج رفتن ثوابترین عمل است. در شغنان هم حاجیان را حرمت و عزت میکنند. لیکن گپ در سر آن که آیا قباد خواهش حج کردن دارد و اگر حج کند آیا به نام حاجی اسناد نمی آورد؟ من به ناشدی پسرم میخندم ولامت نه به گپ تو. شاه هم یکی به حج رود و عقل کند. از رایش نگشت نیاز بگیم. یکی خداوند در دلش روشنی اندازد. خوب در این باره هم به او گپ میزنم. لیکن گویند که اگر خر مکه رود باز آید خر است. پس از ساعت منظرشاه می آید میگویم قباد را هم دعوت کنند. زن برخاسته نیم تعظیم کرد و گفت شاهم در آخر یک خواهش دیگر بگو. چند بار التماس کردم به یادت نمی استد. مرا به اسمم نام نبر. یکی در نزد مردم نامم را گویی و شرمنده هم کنی. شوهر پیشانیش را مالش داد و گفت راستی هیچ عادت کردن نمی توانم. آخر در شغنان کلان شدم. در آنجا مردم زن را به نام خودش می خوانند. هرچند کوشش کردم تو را به نام پسرت خوانده نمی توانم. زبانم نمی گردد. نیاز بیگم گفت شاهم وقتی به شغنان رفتیم اختیارت، لیکن از یاد نبرار که من و تو در فیض آبادیم. یوسف علی خان تبسم کرد و سر جنباند. نیاز بیگم رفت. پس از مدت شاه میر منظرشاه و کمانگیر را به حضور خود قبول کرد. کمانگیر را فرمود که قباد خان را دعوت نماید. کمانگیر رفت. شاه و سپهسالارش تنها ماندند. شاه از بدکرداری پسرش زبان شکوه گشاد و در آخر گفت حتی اسلم خان را بیراه کرده به خانه عشرتی امرد برده است. این گپ به گوش شاهنشاه رسد میدانی حال ما چه می شود؟ میدانم شاهم میدانم گفت منظرشاه. چی کار کنیم؟ پرسید شاه. هر چیز زودتر باید شغنان را تسخیر کرده به وطنمون صاحب گردیم شاهم. آن وقت از پشت شاهزاده کسی شکایت هم نمی کند. شاه به تنه سیب پرغوره تکیه زده ریشش را خلال کنان به خیال رفت. سپس بازوی منظرشاه را قپیده کمی فشرد و گفت راست میگویی اندوال، ولی تسخیر شغنان کار آسان نیست. این بی‌ترمالی را فقط زهر داده کشتن لازم. جنگ با او کار بیهوده است. میر قندوز در پشت سر اوست. لیکن کار باید کرد شاهم. شنیدم که حاکم 4 ولایت به بدخشان هجوم کردن است. اگر در اینجا مانیم مجبوریم به این جنگ همراه شویم. خدا میداند عاقبتش چی خواهد بود. یوسف علی خان دهان به گوش منظرشاه نزدیکتر برد و گفت تو خیال میکنی که من در این فکر نیستم. 5 روز پیش به دوستک خوفی نامه روان کردم. نوشتم که اگر آن بی‌ترمالی را زهر داده کشد آقسخالی خوف و بجو را به او میدهم. زهر هم فرستادم. من دوستک را نمیشناسم شاهم. آیا او برای انجام چنین کار مشکل سببی دارد؟ دوستک حالا انباردار بی‌ترمالی است. به خود او یگان قصدی ندارد. لیکن آقسخال خوف و بجو بودن هم به هر کس میسر نمی شود. منظرشاه لبخایان گپ یوسف علی خان را در ترازوی عقلش سنجید و گفت خوفیان خلق خیلی زیرکن شاهم. به فکرم آدم دیگری پیدا کردن لازم است. از این گپ یوسف علی خان رو ترش کرده باشد هم چیزی نگفت. شاه باشد بچه انجامیدن کار را البته نمیدانست. پس چی فکر داری؟ با کی تکیه کنیم؟ شاه نگاه های دائما ناباورانه خود را به منظرشاه روانه کرد. نمیدانم شاهم. اگر روشن می بود علاجش را می افتم. مردم شغنان را نمیشناسم. و سکوت ورزید و افزود یگان شخص نزدیک ولی از محبت خان ناراضی را یافتن لازم. بی‌ترمالی بگو ناشک. از کی باز نام آن بدبخت را ورد کرده ای؟ خشمش را نگاه داشته نتوانسته آواز بلند کرد یوسف علی خان. منظرشاه گناهکارانه سرخم کرد. از یادش برآمده بود که یوسف علی خان نام برادرش را هنوز در روشان به زبان نمی گرفت و او را به لقب بی‌ترمالی که چه معنی داشتن آن را کسی درست نمیدانست موسوم کرده بود.
یکی از دهانم برآمد عذر شاهم و چون دید که شاه منتظر دوام گپ اوست علاوه نمود از داخل خود قلعه جستن در کار. یوسف علی خان گفت در این باره من هم فکر کردم لیکن با یگان کس دلم گرم نشد. جاسوسم برگردد قضیه روشن می شود. آنگاه باز مصلحت می کنیم. حالا می خواهم درباره قباد خان گپ زنیم. من او را به تو سپردم که هنر مصاف آموزد، مردم او را در کوچه قلندران می بینند. این چی بمزگی؟ منظرشاه می دانست که گپ شاهزاده حتما به پدرش می رسد. بنابراین قبلا به این سوال پاسخ آماده کرده بود. شاهم اگر در حق شه بچه بدگویی کنم زبانم بریده باد، اما آنچه شنیدی درست است. عرض کنم که او خوش مشق و قواعد ندارد. چی کنم؟ نمیدانم چی کنم، لیکن باید بر وقت به من میگفتی. شاهم خودم 2 روز پیش خبر یافتم. شراب میخورد؟ این سوال شاه سپهسالار را دم دودله کرد. بدبختانه شاهم. منظرشاه دوام سخنش را فرو برد. فرومایه نالایق. از غضب دندان ساوید شاه. ما در چه خیالیم و فلک در چه خیال؟ او به آقسخالی یک دهنه می ارزد. من ولیعهد شغلانش کردم. قباد خان و کمانگیر هم رسیدند. شاه سلام پسرش را علیک نگرفته برویش ترسکی به ضربه فراورد. قباد خان سرش را داشته به زمین نشست. فقط گمان نکنی که منظرشاه تو را فروخته است. شبرویت به خانه اشرتی جلب به خود شاه بدخشان معلوم شده است. از آنجا اشاره شد که نفست را جلب زنم. خبیثی از این زیاد می شود. پست فرومایه مادر به خطا. بار دیگر قدم به جای گذاری بیکار پوستت را می کنند. یوسف علی خان از شدت غضب شاه بچه را لگد زدنی شد که منظرشاه پیش راهش را گرفت. همین منظرشاه در پیش چشم خودت به مرتبه ها رسید. تو کودک بودی و این مرد سگبانی میکرد. این سگبان میر و سپهسالار شد و توی خصمادر به جای آن که شاهزاده شوی حالا به سگبانی من هم لایق نیستی. برای همین شغنی ها گفتند که خصپدر باش و خصمادر نه. زنت فارد چند دختر خواهی در اختیارت میگذارم. نخواد زار درگاه دیوسان و بناموسان شده باشی. شاه از شدت خشم بیقرار قدم زده باران ملامت و حقارت را به سر پسرش ریخت و در آخر خلاصه کرد. پس از هفته یا زن میگیری یا به حج میروی. از 2 یکی را انتخاب کن. از این پیشنهاد ناگهانی شاه همه حیران شدند. گپ زن، کدامش را انتخاب میکنی؟ زن یا حج؟ قباد خان از جا خیست. چون درک نمود که راه خلاصی از وضعیت تنها پاسخ به تأخیر اوست، آواز برآورد. زن میگیرم. شاه گریبان او را محکم فشرد و داد زد. از حدود باغ بلند قدم فرار نمیمانید. اگر به اختیار من می بود این اشرتی خانه سوخته را خود حاضر در پیش چشمت بدار میکشیدم. سپس گریبان پسرش را سر داد و دست افشاند و شتابان جانب کوشک رفت. قباد خان با رنگ پریده و بدن لرزان باز سرش را قبیده به زمین نشست. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجامی گفتار 13 برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.